دوستان عزیز بر رقابت ورزشگران میگذاریم که آنجا هنرنمای پهلوان تاجیک را با هم خواهیم دید. اگرچه یک حریفی جدی گردنشاه و چهره آشنا دارد، ولی با این وجود ورزش است. نمیتوان هیچ قضاوت در مورد هنر و استعداد ورزشگران کرد. در رده‌بندی یا همون ریتینگ جهانی این مشویدوبادزه رابرت زینه چهارم را اشغال میکند. یکی از ورزشگران با استعداد هست و قیومزاده ابو مسلم ورزشگر 21 ساله تاجیک، او در زینه 336 رده‌بندی قرار دارد. همان لحظه های اول ببینید از لحاظ قپیدن و دفاع دروغین اینجا داور مرکز از فرانسه ماتیو باتل یک کارت زرد جزا به قیومزاده ابو مسلم داد. پرتاب مورد نظر به سمت راست را گرفت قیومزاده، ولی چندان موفقیت آمیز نبود. قیومزاده یادآور میشیم دوستان عزیز که یکی از ورزشگران نوکار ببینید چگونه از یک اصول ضربه آیی از پشت پای حریف بعد دومین مراتبه باز هم همون فلشتک یا هجوم دروغین داور مرکز به قیومزاده داد. ولی از لحاظ داشتن حرکات یا همون فنون معمولی در جودو قیومزاده خیلی فرق کننده است. اجرای اصول میکند ولی چیزی نبود. در بخش کار در زمین هم کوشش کرد ولی تسلیم شد. در همان لحظه های اولی که از شیم وضع مشویدوبادزه استفاده کرد، در مدت 1 دقیقه و 16 ثانیه پیروزی به دست آورد در بخش حرکات کار در زمین. همین ترتیب قیومزاده ابو مسلم که این هم اولین حضورش در رقابت‌های جهانی در گرند اسلم بود، بدون نتیجه